ببین، اگه زندگیت گیر کرده، اگه همیشه کارهاتو نصفه ول میکنی، اگه یک عالمه برنامه داری اما هیچ وقت انجام نمیشن، 99% احتمال داره مشکل تو تنبلی نباشه، مشکل تو کمالگراییه. آره، همون چیزی که فکر میکنی داره بهترت میکنه، در واقع داره پشت صحنه نابودت میکنه. میدونی عجیب ترین چیز چیه؟ کمالگرایی مثل ویروس عمل میکنه، آروم بی صدا، ولی یهو میبینی چند سال از زندگیت پر شده، فقط چون به اندازه کافی خوب نبوده. و امروز میخوام با هم کاری کنیم که از این زندان بیایم بیرون، الان، حتی در همین یک دقیقه اول. بذار یک حقیقت مهم و همین اول بهت بگم. بیشتر آدمایی که خودشونو شکست خورده میدونن اصلا شکست نخوردن، فقط کمالگرا شدن. کمالگرایی همون داستان قدیمیه، یا عالی باش یا اصلا شروع نکن. و این دقیقا همون چیزیه که 90% زندگی رو میکشه. چرا؟ چون تو فقط 2 تا خروجی قبول داری، یا شاهکار یا شکست. و چون شاهکار نیست و همون اول نمیتونه به اون لولی برسی که تو انتظار داری، کل کارو پرت میکنه کنار. پروژه ها نیمه تموم میمونه، اعتماد به نفست نابود میشه، حس میکنی آره حتما من مشکل دارم. نه، تو مشکل نداری. مشکل استانداردهای مسخره‌ایه که تو ذهنمون ساختیم. بذار یه چیز خیلی واقعی بهت بگم، تو نباید با نسخه کامل خودت شروع کنی، تو باید با همین نسخه الانت شروع کنی، با نسخه خام، با نسخه معمولی، نسخه‌ای که شاید خودت هم الان ازش خوشت نیاد. چون زندگی ما با نسخه کامل ما ساخته نمیشه که، با همین نسخه های معمولی ما، با همین نسخه های ناقص ما ساخته میشه. واقعیت اینه، کسی که 50% آماده است ولی حرکت میکنه، از کسی که 100% آماده است ولی حرکت نمیکنه 1000% جلوتره. کمالگرایی یک دام روانیه، اسمش قشنگه، ظاهرش قشنگه، ولی نتیجهش فاجعه است. چیزی که امروز باید بفهمیم اینه، تو فقط حق داری یه کار کنی، کم کم ولی واقعا شروع کنی. بخش دوم، ذهنیت 0 و 1 رو بکش. یکی از ریشه های کمالگرایی اینه که ما فقط 2 حالت داریم، یا کامل یا هیچ وقت. این طرز فکر زندگی تو نابود میکنه. ذهنیت 0 و 1 یا باعث میشه رژیمی رو شروع نکنی، یا اگه شروع کردی 100% بخوای پایبند به اون باشی، یا یه ساعت کامل درس بخونی یا اصلا درس نخونی، یا کل خونه رو بریزی به هم مرتب کنی یا اصلا مرتب نکنی. حالا راه حل چیه؟ ذهنیت 0 و 1 رو بذار کنار، ذهنیت نیم داشته باش. مثلا به جای اینکه بگی 1 ساعت درس بخونم، نیم ساعت درس بخونم، 1 ربع درس میخونم ولی میخونم. به جایی که بگی آره میرم باشگاه مثل حرفه‌ای‌ها ورزش میکنم، بگی نه فعلا برای شروع روزی 10 دقیقه تو خونه ورزش میکنم. یا به جای اینکه بگی میخوام کل خونه رو بریزم به هم مرتب کنم که هیچ وقت نمیکنی، بگی فعلا همین میز مرتب میکنم. وقتی مغز بفهمه که شروع کردن اینقدر هزینه نداره، دیگه از شروع کردن نمیترسی. همین شروع کوچیک 90% کمالگرایی رو میکشه. بخش سوم، ترس از قضاوت رو بذار کنار. کمالگرایی در خیلی از مواقع ریشش ترس از قضاوت دیگرانه. ترسی خراب کنی، بعدش مسخره‌ات کنن، ترسی کم به نظر بیاد. اما واقعیت سمی اینه که آدما انقدر سرشون شلوغه، آدما خودشون انقدر مشغله دارن که اصلا خیلی وقتا بهت فکر نمیکنن، بهت توجه نمیکنن. تو فقط باید یک مهارت رو یاد بگیری، عملکرد رو به چالش بکش. یعنی به جای اینکه بپرسی اگه بد شد چی میشه، بپرس اگه هیچ وقت انجام ندی چی. این سوال دوم جوری زندگی تو تکون میده که ترس از قضاوت قدرتش رو از دست میده. یادت باشه ضعیفترین دونده، ضعیفترین مبارز از اون فردی که تماشاچیه خیلی جلوتره. بخش سوم، تعریف موفقیت رو عوض کن. کمالگراها موفقیت رو اینطوری تعریف میکنن: بی‌نقص، بدون اشتباه، بهترین ممکن.
و این باعث میشه همیشه تو سر خودشون بزنن و حس نکنن موفق شدن. اما یک راه حل علمی ساده داره. تعریف موفقیت: هر روز از دیروز بهتر. چیزی که امروز هستی از دیروز بهتر باشه. اگه امروز 10 دقیقه ورزش کردی، اگه امروز 1 صفحه کتاب خوندی، اگه امروز خونه رو مرتب کردی، اگه امروز کاری کردی که دیروز انجام ندادی به هر دلیلی، تو امروز موفق شدی. تو امروز از دیروز موفق تری. موفقیت یک نقطه نیست، یک مسیره. وقتی تعریف رو عوض کنی فشار از رود برداشته میشه و کارت شروع میشه. بخش پنجم: سیستم بساز، نه هدف کامل. وقتی هدف میذاری، هدفت فضایی باشه، ذهن فقط نتیجه رو میبینه و چون نتیجه سخته فلج میشی. سنگ بزرگ نشونه نزدن، از قدیم میگفتن اینا. ولی سیستم باعث میشه حرکت کنی. مثلا به جای اینکه بگی تا عید آره من باید 20 کیلو لاغر کنم، بگو هر روز من 20 دقیقه ورزش میکنم، یا هر روز من 20 دقیقه پیاده روی میکنم. به جای اینکه آره من باید زبانمو قوی کنم، که این اصلا هدف مبهم. بگو سیستم من روزی 15 دقیقه زبان خوندن، روزی 15 دقیقه انگلیسی تمرین کردن، روزی نیم ساعت تمرین کردن. چون تمرکز از نتیجه میگیرن، میذارن روی قدم های کوچیک اما مداوم. بخش ششم: تایم باکس. این بخش خیلی مهمه. تایم باکس اصلا یعنی چی؟ یعنی هر کاری یک زمان مشخص داره. اول از همه بگم کاری که میتونی زیر 2 دقیقه انجام بدی یا همون موقع انجام بده. قانون مهمه، توی ویدیو دیگه قشنگ براتون تعریف میکنم. ولی خود تایم باکس اصلا یعنی چی؟ یعنی این که هر کاری رو توی یک زمان مشخص انجام بدی. مثلا اگه قرار یک ویدیو درست کنی، 20 دقیقه برای نوشتن متن، نیم ساعت 1 ساعت هم برای ادیت. اینطوری خودخوری نمی‌کنی. نمیگی کار من خوب نشد، وای چرا من نتونستم به اون لول حرفه‌ای برسم. نه، اینطوری میگی من حداقل کارمو انجام دادم، فردا از امروز بهتر میشم. وقتی زمان تموم شد متوقف میشی. نمیذاری الکی کارت 5 ساعت طول بکشه. برای همه موضوعات باید اینو انجام بدی. میگی من 1 ساعت قرار این فصل درسو بخونم. الکی ور نمیری، ولی کارتو تموم میکنی میذاری کنار. اگه توجه کرده باشید ما شبای امتحان خیلی بهتر درس میخونیم، چون زمان محدودتره. ما سریع میچسبیم به درس، کار انجام میدیم. مغز ما اصولا توی محدودیت خلاقتر و سریعتر میشه. مهمتر از اون مجبور میشی کارو تموم کنی، نه نصف کارو ول کنی. مثل همون شب امتحان. اگه بخوام تمام حرفای امروز رو خلاصه بگم، کمال گرایی مثل یک ترمزه. اصلا باعث میشه حرکت نکنی، چه برسه بخوای موفق بشی. بذار خیلی واضح بگم، 90% افرادی که کارشون رو شروع نمیکنن تنبل نیستن، فقط کمال گران. چون تو ذهنشون 2 حالت دارن، یا عالی باش یا اصلا شروع نکن. و همین باعث میشه کارها عقب بیفته. همین باعث میشه فرصت‌ها رو از دست بدن. آدم کم کم حس میکنه خودش مشکل داره. واقعیت زندگی اینه که زندگی با قدم‌های بزرگ ساخته نمیشه. زندگی با قدم‌های کوچیک اما مداوم ساخته میشه. اگه منتظر بهترین حالت باشی هیچ وقت کاری نمی‌کنی و هیچ وقت به شکلی که توی ذهنت ساختی اتفاق نمیفته. ببین، به خودت اجازه بده ناقص شروع کنی. به خودت اجازه بده معمولی شروع کنی. خودت اجازه اشتباه کردن بده. ما ماشین که نیستیم، انسانیم. اگه یک کارو 10 از 10 نمیتونی انجام بدی، اوکی 7 از 10 انجام بده. نه 5 از 10 انجام بده، باشه 3 از 10 انجام بده، ولی انجام بده. اگه انجام ندی 0 از 10 میشه. خود من 5-6 سال بود میخواستم یوتیوب رو شروع کنم. هی 2 تا ویدیو میساختم، وای چرا این ویو نگرفت، ولش میکردم. با خودم گفتم آقا بیا 150-60 تا ویدیو بساز. اصلا من نمیخوام ویو بگیره، ولی بساز، حرکت کن. آدمی که حرکت میکنه با کمترین سطح از 1000 نفر که منتظر کامل شدنن جلوتره. کمال گرایی دقیقاً مثل یک زندانه، درش بازه ولی تو به خاطر ترس بیرون نمیایی. توی ذهنت از امروز این جمله رو حک کن: ناقص عمل کردن بهتر از کامل فکر کردن است.
این جمله زندگیمون رو میتونه تغییر بده. نه فقط کارها جلو میره، حتی اعتماد به نفست بیشتر میشه، حس رضایت در خودت بهتر میشه. لازم نیست بهترین باشی، لازم نیست بی نقص باشی، لازم نیست همه چی رو درست انجام بدی. به ویژه در ابتدای کار فقط کافیه شروع کنی. همین امروز، همین جا، همین الان.